به نام خدا سلام میگم به همگیتون، یلداتون مبارک. من دوست داشتم الان که داریم تدارکات حالا این شب یلدا رو، این شب عزیز رو داریم برپا میکنیم، از توی همین خیابونای کشورمون که من این تکاپو رو میبینم، عشق رو میبینم، این شور رو میبینم، این سرزندگی مردم رو میبینم برای اینکه خودشونو دارن آماده میکنن برای شب یلدا، دوست داشتم از همین جام این اپیزود رو براتون ضبط بکنم و امیدوارم که یه عمقی بتونیم به یه نگرشی بدیم. اونم اینه که تمام این مناسبتایی که نیاکان ما از قدیم الایام، از ایران باستان، سینه به سینه، نسل به نسل توی فرهنگ ما جای گرفته، اینا همش در واقع یه پیامی برای ما داره. شاید یه شب باشه، شاید چند شب پشت سر هم دیگه جشنی توی تقویممون داریم، ولی ما میتونیم همین یه شب و یه فلسفه‌ای بکنیم برای کل ماهمون، کل سالمون، کل زندگیمون. میتونیم یه فلسفه بکنیم برای درونمون، میتونیم یه قانون بکنیم برای زندگیمون و کلی پیام داخل هر مناسبتی که ما ایرانی‌ها یه ذره، من واقعا این یلدا رو یه ذره اینجوریه که مال خودمون میبینم. میدونید چی میگم؟ یه ذره اینجوریه که بله مال ماست و بیایید ببینید چه درسای بزرگی داخل این شب یلدا از قدیم الایام نیاکان ما نسل به نسل برای ما گذاشتن و ببینیم چقدر پیام داره و چقدر میتونیم ازش درس بگیریم برای تمام لحظات زندگیمون. دوست داشتم از همین فضا باشه. این تکاپو رو میبینم، این عشق رو میبینم، این شادی مردم رو میبینم. فقط به خودم دیروز داشتم میگفتم سینا چقدر مردم ایران ظرفیت شادی دارن، چقدر ظرفیت این عشق رو دارن که با هر بهونه‌ای، کوچکترین اتفاقی دوست دارن دور همدیگه جمع بشن و شادی کنن و کنار همدیگه باشن. امیدوارم که اوضاعم دست به دست همدیگه روز به روز بعد از این ارتعاشای خوب، این شادی که جریان پیدا کرده، کنار همدیگه دست به دست همدیگه اوضاع رو هم بهتر و بهتر میکنیم و من مطمئنم که ما هر کدوممون نقش بزرگی رو داریم برای ماجرا بازی میکنیم. بریم ببینیم یه عمق نگرشی که این اولش در واقع انتقال دادم و خدا کمک میکنه و اون چیزایی که در واقع به قلبم میفته بیام اینجا باهاتون در میون بذارم. این که هر مناسبتی که بیرون میبینیم، مخصوصا ما ایرانی ها با توجه به فرهنگ غنی که داریم، این مناسبت ها رو دست کم نگیریم، تقویم نبینیمش، بیاریم توی تقویم درونمون و واقعا زندگیش کنیم و میشه با هر کدوم از این مناسبت ها خیلی تصمیم گرفت و میشه تصمیمات نابی رو برای زندگیمون بگیریم. بریم ببینیم شب یلدا. من اگه بخوام خیلی کوتاه چند تا نگرش که در واقع دوست داشتم باهاتون در میون بذارم از این طریق، ببینیم چند تا نگرش اگه بخوایم از شب یلدا داشته باشیم برای کل زندگیمون، این نگرش ها چی میتونه باشه. خب قبل از اینکه بخوایم بریم یه در واقع یه عمق نگرش بیشتری رو به شب یلدامون بدیم، من یه نکته رو دوست داشتم تو پرانتز باهاتون در میون بذارم. یه لحظه هایی هست توی زندگی ما که حالا بهش میگن، مثلا اینجوری بهش میگن آها مومنت. خب یعنی لحظه های آها، اون جایی که چیه توی زندگیمون میگیم آها اینجوری بود، آها این اتفاق اینجوری حل میشه. اون جاهایی که یه نگرشی رو میشنویم و تو درونمون یه چیزی انگار یه ندایی تو درونمون میگه آها همینه، همین بود، این اون چیزی که دنبالش میگشتی همین جمله‌ای بود که باید میشنیدی، همین درسی بود که از این اتفاق گرفتی، این الهامی بود که بهت شد. خب و این آها مومنت ها، اون لحظات آها، اون لحظاتی که خیلی لحظات شیرینیه، لحظاتیه که انگار واقعا هرچند بیرون گره ببینی ولی تو درونت انگار یه گره‌ای باز میشه. خب اون لحظه هایی که ما با قلبمون دوستان چیزی رو میپذیریم، با قلبمون چیزی رو میپذیریم و این لحظه هایی که بهش میگن شهود، این لحظه هایی که من دنبال سند و مدرک و دلیل و فکت و اینها براش نیستم، با قلبم پذیرفتمش. و زمانی که نگرشی رو با قلبتون میپذیرید، از این قلب، از اینجا شروع میشه چی؟ به بالا رفتن و اینه که فکر شما رو، برنامه‌ریزی‌های شما رو، قدم بعدی شما رو پرورش میده. خب و این رو به بالا بودن رو کاملا میتونید حس کنید. ولی اون جاهایی که ما نگرش‌ها رو، اتفاقات و مسائل و دنبال راه حلیم با فکتای ذهنیمون، خب با فکت، با دلیل، با مدرک، با سند، خب که من باید اول بهم ثابت بشه، اینجاها ممکنه چیزی هم بپذیریم
ولی بعد که تبدیل میشه به احساس، از بالا به سمت پایین میاد. به خاطر همین من آرزو میکنم زندگیتون پر باشه، مرحله به مرحله برسی به اون آها مومنتا، اون آهانایی که میگی و بری برای مرحله بعدی و دوباره چیه؟ یه آها مومنت جدید میاد. به خاطر همین من دوست دارم، میدونید، شاگرد بودن رو دوست دارم، چون بدون این ماجرا و بدون این روحیه شما نمیتونید دیگه اون الهامو بگیرید، نمیتونید با قلبتون خب دریافتی رو داشته باشید که بعد رو به بالا باشه. من یه عقیده‌ای دارم، اون روز باز دوباره داشتم این کلمه رو نوشتم شاگرد و دیدم یه شگرد داخلش. خب و من فکر میکنم شگرد آدمای موفق اینه که شاگرد بودنشون رو حفظ کردن و من فکر میکنم استادهای واقعی همونایی هستن که به شاگرد بودن خودشون واقفن و من فکر میکنم استاد واقعی کسیه که خیلی خوب میدونه که خیلی چیزها رو نمیدونه. میدونید یه جایی از زندگی واقعا من تصمیم گرفتم که چی باشم، به دوستانم میگفتم من شاگردم. یعنی این دو پهلوه، خب دو تا ماجرا داره. یکی این که یعنی خیلی شاگردم، واقعا شاگردم. یکی هم اینه که من شاگرد هر کسی هم که خودشو شاگرد میدونه و من مخلصش هم هستم. عرضم به حضورتون که آره اینو داشتم میگفتم اول این نکته رو بگم که اون جاهایی که شهود هست، اون جاهایی که با قلب چیزی رو میپذیریم و دنبال فکتش نیستیم، دقیقاً همون لحظه‌هایی که یه پازل انگار یه نوری توی مسیرمون میندازیم و میتونیم که قدم‌های بیشتری رو برداریم. آرزو میکنم پر از این لحظات باشید. شب یلدا میتونه خیلی بهمون کمک کنه. از همین ماجرا شروع بکنیم که ما چرا طولانی ترین شب سالو جشن میگیریم. به خاطر اینکه اصلا نیاکان ما میگفتن که امشب شب تولد خورشیده. یعنی علاوه بر این که میدونستن توی طولانی ترین شب سال هستن، از اون بر هم کاملا ایمان داشتن و میدونستن و باور داشتن که چیه؟ اسم این شب رو باید بذاریم شب تولد خورشید و خورشید دوباره کوتاه‌ترین روزش رو دوباره شروع میکنه و همینجوری روز به روز هی نور و روشنایی هی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. یعنی یه جایی ما زمانی که میتونیم این درک رو داشته باشیم، زمانی که داریم عبور میکنیم از یه تاریکی توی زندگیمون، از یه عادت قبلی به عادت جدید داریم عبور میکنیم، اینه که روز و اون عادت جدید و اون اتفاق جدید هی آروم آروم هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. ولی ما میتونیم توی سخت‌ترین شرایط زندگیمون، تو سخت‌ترین اوضاع میتونیم چی بگیم الان چیه؟ تولد یک انسان جدیده، تولد یک من جدیده توی این سخت‌ترین شرایطم، تولد خورشید امشب. و میتونیم به جای این طولانی ترین شب بگیم تولد خورشید. میتونیم اینو بگیم ما توی شب یلدا جشن میگیریم، شادی میکنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که تو تاریکترین و طولانی ترین شب سالی و ما با تو به صلح رسیدیم، ما با تو جنگی نداریم. خب ما اتفاقا جنگی نداریم که هیچی، ما وسط تاریکی شادی هم میکنیم، کنار دوستانمون، کنار خانواده‌مون. ما همراهایی داریم، ما ارتباطاتی داریم. قدر این ارتباطات رو میدونیم که توی تاریکترین روزها، تو تاریکترین شرایط زندگی ها میتونن کنار ما باشن و میتونیم قوت قلب همدیگه باشیم. اینا همه نمادهای شب یلداه. ما توی شب یلدا میریم و تابستونی ترین میوه رو که هندونه است از تابستون میاریم وسط این در واقع شروع زمستون و این تاریکی، تازه به تاریکی پیغامی هم میدیم. میگیم ما اینجا شادی که میکنیم هیچی. ببین یه جاهایی دوستان نجنگیدن با تاریکی، چون همیشه اینو شنیدیم دیگه با مسائل زندگی نجنگ، با ذهنت نجنگیدن به معنی این نیست که ما زیر بار اون ماجرا بریم. به معنی این نیست که اگر تاریک ترین شب ساله پس من برم یه گوشه بشینم غم منو بگیره. نه، اتفاقا صلح با چیزی خیلی شادی به آدم میده. وقتی با چیزی به صلح میرسه آدم، خیلی آدم باید شاد باشه دیگه. صلح، ما میگیم صلح مگه غم توش داره؟ وقتی ما میگیم به صلح رسیدیم با تاریکی، این مفهومش این نیست که پس من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. خب اتفاقا برعکس. ببین خیلی جاها دوستان ما متاسفانه
یه سری چیزا هست اسمش مثلا شده فضیلت، خب مثلا صبر، مثلا شکرگزاری، و اینو ما در حد همون مثلا یه اتفاق خوب میبینیمش. میگیرید چی میگم؟ مثلا شکر، خیلی آدم شکرگزار خیلی آدم خوبیه. من میخوام اتفاقا یه چیز جدیدی به شما بگم، آدم شکرگزار خیلی آدم قویه. آدم شکرگزار آدم قویه، قدرتش رو ببینیم، قدرتمون رو ببینیم. آدم صبور خیلی جاها اینجوریه دیگه، خیلی آدم صبوریه، آدم خوبیه. آدم صبور آدم قویه. قدرت صبر رو ببینیم، قدرت شکرگزاری رو ببینیم، قدرت صلح رو ببینیم. ببین چه قدرتی داره این صلح، که ما زمانی که با اون میدونیم که طولانی ترین شب سالی، ولی ما جشنمون رو میگیریم. ولی ما هندونه که یه میوه تابستونیه رو بر میداریم میاریم اول زمستون، چیکار میکنیم؟ هندونه‌مون رو میخوریم. این یه جورایی یه ذره چیه؟ به رخ کشیدن قدرت، خب قدرت تمام ویژگی های خوبه، یه جورایی به رخ میکشیم. یعنی موضوع سر اینه که چیه؟ اگر که ما جنگی نداریم، ولی به مفهوم این نیست که کارمون رو انجام ندیم. من همیشه اینو حالا تو جلسات همیشه مثال میزنم، میگم که ما 3 گروه آدم داریم توی مسیر موفقیت. خب گروه اول میگه که من انتظار هیچ چالشی رو ندارم، هیچ تاریکی، هیچ مسئله، هیچ مشکلی، هیچ اتفاقی نباید بیفته. اینا چون انتظار ندارن، این گروه اول، خب خیلی زود ناامید میشن، چون مسیر زندگی اصلا با چالشه که اون روی سکه رو ما میتونیم ببینیم. خب با این طولانی ترین شبه که ما قدر طلوع خورشید رو میبینیم. پس توی این دنیای تضاد ما با اون روی سکه است که این روی سکه رو متوجه میشیم. خب به خاطر همین جایی که ما در واقع انتظار اینو داریم که هیچ چالشی من نبینم و همه چی خوب جلو بره، همونجاست که ما چیه؟ خیلی سریع با دیدن اولین چالش ها ناامید میشیم. گروه دوم اصلا گروه بندیش هم نکنم، جاهایی که تو زندگیمون اصلا گروه ما اصلا بیرون چیزی رو نداریم. من اعتقادم به اینه، خب میگم این چیزی بیرون نیست. همین که داری گروه بندی میکنی، گروه اول، گروه دوم، گروه، نه، چیزی واقعا بیرون وجود نداره. حالتاییه که هممون تجربه کردیم. اونجایی که تو زندگیم خب انتظار داشتم چالشی بیرون نباشه، خیلی زود ناامید شدم. اونجایی که تو زندگیم دوستان، چون همه چیز تو درونمونه، بیاید اصلا گروه بندی رو هم ولش کنیم. اونجایی که تو زندگیمون همه تجربه کردیم، چالشایی تو زندگیمون بوده، مسائلی بوده، بعد پیش خودمون چی گفتیم؟ اگر این مسئله تموم بشه رشد من شروع میشه، اگر این موضوع تموم بشه رشد. و چون اون چالشا تمومی نداشته، بازم ناامید شدیم، حالا یه ذره دیرتر از حالت اول. خب یعنی اونجایی که انتظار چالش نداشتیم که خیلی زود ناامید شدیم. اینجایی که منتظر موندیم چالش تموم بشه بعد ما شروع کنیم، اینجا ناامید شدیم یه ذره دیرتر. ولی حالت سوم چیه که تجربهش کردیم و امیدوارم توی تجربه یه همچین حالتی باشیم همیشه. اون حالتم اینه که وسط چالش ها من رشد میکنم. موضوع اینه که انتظار چالش نداشتم، پس چرا چالش اتفاق افتاده؟ نه، خب اینو تجربه کردیم. و نه این که چیه؟ این چالش تموم بشه که این درد تموم بشه من رشدم شروع شه. نه، حالت سوم حالتیه که از وسط درد، آدمایی که رشد میکنن از میان درد رشد کردن، از وسط چالش رشد کردن، از وسط زخمامون خب بریم و الهام بخش بقیه بودن، از وسط زخمامون انرژی گرفتن. این میشه حالت سوم، از وسط اون تاریکی نور شدن. این حالتیه که من فکر میکنم بهترین دعایی که میتونیم برای خودمون داشته باشیم اینه که هممون انشالله به این درک، در واقع این درک رو داشته باشیم که هر جایی چالش اومد همون لحظه بگیم الان وقتشه، الان وقت رشد کردنه و بریم به صلح برسیم با اون چالشه. اما این به این معنی نیست که ما کارمون رو انجام نمیدیم. بریم اتفاقا هندونه رو از وسط تابستون بیاریم و با شادی خب توی طولانی ترین شب سال کنار همدیگه جشن بگیریم و یه به رخ بکشیم قدرتمون و همدلیمون و عشقمون و شادیمون. و امیدوارم که همین درسایی که گفتم، حالا خیلی میدونم که خیلی زیاده، من در همین حد خیلی هم نمیخوام طولانی بشه، در همین حد گفتم چیزایی که خودم در واقع درکش کردم. شما هم اگه درسی هست که میتونید بگیرید و دارید
و در واقع جدیده برای دوستان، میتونید که اینجا نظرتون رو برام بذارید، من همش رو میخونم و به شما هم تبریک میگم به همتون. امیدوارم کلی عشق کنید.